درنوریدون که به همسری میشه. جناب وفا، کمیته المپیک که اداره میکنن، پس کی اداره میکنن؟ آقای ظاهر اکبر و یا هم محمود عنیف؟ مسابقه‌ای که برام افتن از این آدرس برشان ورزشکارا انتخاب میشن و یا از آدرسی که شما برشان اشاره کردین؟ شما گفتین که کمیته ملی المپیک افغانستان و کمیته ملی المپیک چی؟ دو آدرس باید داشته باشیم. پس یعنی ظاهر اکبر اداره کدام المپیک به دوش دارن و محمود عنیف اداره کدام المپیک به دوش دارن؟ تشکر، زنده باشه. البته کمیته ملی المپیک افغانستان یک اداره است که او هم بنا و یک اداره انتخابی است که به اساس انتخاب به میان آمده آقای محمود عنیف است، ولی با تاسف که یک اداره موازی دیگری روان است در پالیسی. بناحق در تمام دی مسابقات را که البته ورزشکارا سهم میشن به میادین بین‌المللی، او حال همه از طرف اداره مرکزی افغانستان که اداره المپیک محمود عنیف است مستقر میشن. البته در مسابقات انفرادی تنها یک مسابقاتی را که ما البته چند قبل بعد پیش رو داشتیم که از تاریخ 17 سپتامبر الا تا 27 سپتامبر یک مسابقات به میزبانی ترکمنستان انجام شد که در اون مسابقات البته قبل از برگزاری انتخابات، چون که امور رابطه‌های شخصی که شورای آسیایی به المپیک ظاهر اکبر داشته با المپیک موازی و اونا یک ایمیلی را دریافت میکنن 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات که ما قرار است که پنجمین دوره مسابقات آسیایی را با میزبانی ترکمنستان انجام بدیم که با 24 رشته ورزشی که در اینجا البته با دریافت اموی ایمیل آقای اکبر در قسمت انسجام ای ورزشکارا اونا سهم بوده. وقتی که انتخابات برگزار میشه و رئیس المپیک رسما بار دیگر محمود عنیف برگزیده میشه، آقای اماین خیری رئیس سپورت و تربیت بدنی کشور است که یک اداره دولتی است و اونا رسما مراجعه میکنن با آقای محمود عنیف که ما خودت میشناسیم به عنوانی که عزیزی که تو به انتخابات به میان آمده، ولی ما در اینجا وقتی کم باقی داریم که اگر ما با مسابقات شرکت بکنیم. آقای محمود عنیف چون که همیشه عشق و علاقه‌ای که با ورزش داره و گپشی بود که اگر ما تجدید نظر سری لیست میکنیم ممکن که در این مسابقات شرکت نتونیم، ولی که اگر شرکت نتونیم باز هم در اینجا ضرر به ورزشکار میشه. ما نمیخوایم که ورزشکار ما متضرر شوه در عمل لیست. اگر خیانت کرده، اگر حقیقت واقعا کار کرده این بار آقای اکبر، ما لیست خوب است، شما میتونید پیشنهاد بکنین و این سفر برون. آقای خیری پیشنهاد میکنه به ریاست جمهوری در قسمت بودجه ازی، البته این بودجه را با رئیس جمهور به دلیل ازی که ورزشکارا تشویق بکنه با روی معتبر خوب برای در مسابقات حضور داشته باشن. ایره از کود 91 از پول اپراتیفی یک کشوری که بسیار گرسنه و یک کشوری که بیچاره ناتوان از چندین کشور ما و شما و کمک جمع آوری میکنیم 38 میلیون افغانی اختصاص داده میشه به این سفر. پس جناب وفا، نه اکبر و نه هم محمود عنیف ملامت هستند، حکومت ملامت هستند. حکومت به جای آدرس مشخصی که کمیته ملی المپیک افغانستان هستند به جای از او یک از آدرس دیگی کمک میکنن که باید ورزشکارا به خارج بروند. عفو میخوام. ببینین اگر واقعا هم قانون باید عملی شوه، خیر یک بار باید ورزشکارا محروم شوند به خاطر منافع ملی کشور. چرا جناب محمود عنیف و جناب رئیس جمهور و جناب که رئیس تربیت بدنی باز هم مصلحت میکنن به خاطر یک شر، نه به خاطر خیر؟ خب به خاطر ازی که چون که ما بس دازی بوده که اگر ما بدبختی در اینجاست که ورزشکار ما اگر سفر باز بانه باز هم در اینجا سر روی اینا تاثیر میکنه، بار دیگر اونا به سفر آماده نمیشن و اونا نمیکنن ورزش خود ادامه بدن. ما به خاطر که دو سال که ورزش متضرر شده بود نخواستیم یک بار دیگر هم این مایسیت برای ورزشکارا به حساب ثابتیم. به این دلیل وقتی قبول میکنیم یگانه ما در اینجا دولت مسئول ما میدونیم. به چی دلیل مسئول میدونیم؟ به دلیل اینکه زمانی که توی بودجه ای که 38 میلیون افغانی را اختصاص میدی هم زمان باید یک کمیته نظارتی را تعیین میکرد که اون کمیته نظارتی عامل لیستی را که 180 نفر به نام ورزشکار در اونجا گرفته شده، نامنویسی شده، امیر را بررسی میکرد آیا در اونجا ورزشکار است و یا است که سلبین و چکری زیاد است. خب شما هم تصدیق کردین، پس شما هم بدل چی؟ و اونا لیست ما البته ندیدیم و اونا صرف خیری برای ما مراجعه کرده که لیست بین حدود ترتیب شده و ظاهر اکبر ترتیب کرده، ولی وقت کافیش ما نداریم.
ما گفتیم خوب است وقتی نداره تو خودت مینویسی نماینده دولت آقای تربیت اماین خیری پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه میکنی ولی در قسمتش مسئول هم خودت هستی و امروز هم مسئول ریاست تربیت بدنی و المپیک موازی مسئول است که باید پاسخگو به دولت باشه و دولت هم رسما باید از این پرسان بکنه که وقتی که برای تو بودجه داده میشه. به گفته شما المپیک موازی قانونی است و یا هم غیر قانونی؟ نه غیر قانونی. غیر قانونی است. پس رئیس جمهور چگونه جرأت کردن که به المپیک غیر قانونی بودجه اختصاص بده او هم از البته بودجه را به المپیک موازی نداده. المپیک بودجه را به تربیت بدنی داده و تربیت بدنی را موظف قرار داده که باید موازی لیست جور کردن. لیست المپیک موازی جور کرده به تربیت بدنی تسلیم دادن که ورزشکاری که اینجا ضعف از تربیت بدنی است. وقتی که لیست اگر بر تو المپیک موازی میته یک اداره‌ای که رسمیت نداره و یک اداره‌ای که به زوری و به قلدری به موازی روان است تو باید رسما وقتی که اگر برای تو چک لیستی را ترتیب میکنه که اینی ورزشکار است تو باید تو مسئول هستی که آیا دقیق بسنی که ورزشکار هست یا نیست. چند روز پیش مدال داده شد به ورزشکارا. بله در ریاست جمهوری. بله آقای اکبر هم استاد بودن. اگر این المپیک موازی هست رئیس جمهور نمیفهمن؟ چرا آقای محمود حنیف نبودن و یا چرا ورزشکارا از آدرس المپیک ملی افغانستان نرفتن که از آدرس کمیته المپیک موازی رفتن؟ بگویید. البته در اینجا سهیم برد پیشتر عرض کردم که سهیم تربیت بدنی بود. منتها آقای اکبر چون که در اوایل به عنوان یک همکار که و یک اداره موازی که با تربیت بدنی کانتاکت کرده و لیست ترتیب کرده و ورزشکارا داده مجبور مکلف بود که و شورای آسیایی هم که چون که به رسمیت آقای اکبر میشناخت و باید آقای اکبر در اونجا حضور می داشت به ترکمنستان. وقتی که در اونجا در سفر حضور داشتند آقای اکبر وقتی که پس سفر برگشت میکنه البته رئیس جمهور ورزشکارا مدالاوره را به ریاست جمهوری میخواد. وقتی که میخواد در ضمن ازی و آقای اکبر هم شرکت میکنه و در اونجا چون که در نمایندگی از امی ورزشکارا به اونجا حضور داشتند. به نمایندگی از ورزشکارا یعنی گپ در کجاست؟ یعنی مسئولیت به دوشان است. گپ در کجاست؟ مسئولیت بر ما فقط یک بار دیگر خواهش ما از رئیس جمهور چنین بوده و رئیس جمهور به امی خواست لبیک گفته چندی قبل با امی سفری که به ترکمنستان میکنه رسما با شیخ صبای عرب که رئیس شورای آسیایی است اونا نشستی داشتن و از ما تقاضا کردن که لطفاً المپیک یک المپیک است یک اداره است دیگه لطفاً از این موضوعات دوگانه‌ای را نقطه پایان بدید. ضرورت به شورای آسیایی نیستن. شورای آسیایی هیچ ضرورت وجود ندارن. ما حکومت داریم دولت هستیم. ما میتونیم که با یک حکم خود واقعا حکم قاطع و حکم قانع کننده بتونیم المپیک واقعا هم از موازی بودن نجات بدیم. شما گفتین که یک حکم صادر شدن که گویا در او اختلاس یکی از زمین رئیسای المپیک بودند ایشان. بدبختی پس چگونه ما او اختلاس به سالانولی هم معرفی شده ولی بعد از او هم مسابقات اجرا میکنن و مدال میتن و او استاد. بسیار خوب در اینجا دو نقطه است. یک نقطه ایره که البته که و ایره با ورزشکارا را اونا سعیم بوده به دلیل ازی که گفتم که در اول که اونا رو شورای آسیایی فعلا او را میشناسه تا زمانی که ما رو مشروعیت یک نقطه و نقطه دوم چیست؟ از نگاه بین المللی مشروعیتی که به کمیته المپیک و یا هم به کمیته المپیک داده میشن از طرف کی باید مشروعیت داده شود؟ البته چون که اداره المپیک مینیس یک پل ارتباطی مینیس یک اداره بین المللی که ورزش افغانستان به میادین بین المللی در مسابقات اونها را سهم میسازه و او را به مسابقات برش فراهم میکنه بناهن شرط است که ریاست کمیته ملی المپیک بین المللی و یا همچنان شورای المپیک آسیایی این دو اداره در اینجا رسما را به رسمیت بشناسه و نامش در سایت المپیک ثبت داشته باشه. کمیته المپیک افغانستان کی به رسمیت میشناسه؟ شورای آسیایی و یا هم البته شورای آسیایی به رسمیت میشناسه و شورای آسیایی به المپیک جهانی باز معرفی میکنه که البته المپیک جهانی پس انتخاباتی که شدن اینا طبعا بدون شک وقتی که عرض دارم بدون شک وقتی که انتخابات صورت میگیره فکر بکو که اوباما وقتی که انتخابات امریکا برگزار میشه اوباما به عنوان 3 ماه یا 3.5 ماه دیگه رئیس جمهور یا سرپرست میمونه تا زمانی ازی که امو برنامه خود ترامپ آماده بکنه. این شکل وقتی که انتخابات ولی صلاحیتایی که انتخاب نو شدن ندارن جناب وفا صاحب. اینالی وقتی که
انتقال قدرت صورت میگیره دقیقاً که رئیس و یا هم هر اداره کننده زوبخش در جای خود هستند. وقتی که قدرت انتقال صورت میگیرن با صلاحیت ها ختم میشن. حالا ما دو صلاحیت داریم. صلاحیتی که شما گفتین که کمیته ملی المپیک افغانستان جناب حنیف محمود حنیف ها، بله، و با گفته شما کمیته ملی المپیک موازی بله، که جناب اکبر صاحب اداره میکنن. پس حکومت افغانستان کمیته محمود حنیف به رسمیت میشناسه و شورای آسیایی کمیته به گفته شما موازی جناب اکبر به رسمیت میشناسه و کمیته بین المللی کی را به رسمیت میشناسه؟ کمیته بین المللی هم پس بدون شک و پل ارتباطی شورای آسیایی است و البته شورای آسیایی که کشورهای ممالک‌های آسیایی المپیک‌های آسیایی مربوط به ازو میشه، او مواد معرفی بکنه به المپیک جهانی. پس این کمیته موازی را به رسمیت میشناسه. بله تا فعلا دمو است. ما بعد از انتخابات تلاش به می داریم که ان شاء الله الرحمن که تا این انتخابات ما به رسمیت شناخته شه و رسما من بعد در سایت هم ما باید را بیافیم. به اساس انتخابات به میان آوردیم رسما و ان شاء الله الرحمن به دلیل از اینکه المپیک‌های کشورهای مختلفی جهان که تبریکی دادن و ویر استقبال کردن، ما متأکد هستیم ان شاء الله الرحمن این نقطه پایان داده خواهد شد و شورای آسیایی و با جمع المپیک جهانی با هم در مشورت هستند که باید مشروعیت بده. رئیس جمهوری که با رئیس شورای آسیایی صحبت کردن، پاسخی که دریافت کرد چی بوده؟ پاسخی که دریافت کردنی بوده که و شورای آسیایی گفته که ما بعد از ختم این مسابقات هیئتی را به کابل میفرستم، با فرستادن هیئتم که تا از چگونگی از این فدراسیون چون که عالمی المپیک موازی که روان است و این رسما امی فدراسیون را از ورزشکارا از فدراسیون پرسان و سوال میشه که شما انتخابات گرفتین کی را به رسمیت میشناسین، با وقتی که هر چیزی که ورزشکار قبول داره فدراسیون قبول داره مأمور رسمیت میشناسیم و ان شاء الله الرحمن که با این بسیار نزدیک هیئت شورای آسیایی به افغانستان مستقر. ورزشکاری که از افغانستان از آدرس افغانستان به کشورهای دیگه به کشورهای جهان میرن، باز هم متاسفانه از کدام آدرس میرن؟ بدون شک ما پیشترم برات ذکر کردم که وقتی که به البته عام از تربیت بدنی البته رسما با امضای محمود حنیف و از المپیک افغانستان به بیرون میروه، ولی بعضی از سمینارها و برنامه‌هایی که شورای آسیایی رهبری میکنه در این حالت ایمیلشان برای اکبر میفرستن، ولی اکبر به دلیل اینکه که در افغانستان مشروعیت نداره با او چی میکنه به تربیت بدنی روان میکنه مکتوب خود که اینت ایمیل روان کردیم. باز در اینجا تربیت بدنی من ایسی اداره تمویل کننده به نمایندگی از دولت با او که تایید میکنه رد میکنه و کار تربیت بدنی است، مسئولیتش هم امور تربیت بدنی داره و فردا اگر در اینجا نقصم میشه تربیت بدنی مسئول است. یعنی بودجه رسمی کمیته ملی المپیک افغانستان دارن از آدرس حکومت و بودجه اختصاصی بودجه از کد 90 کمیته ملی المپیک موازی دارن. پس عملا ما دو کمیته را به رسمیت شناختیم، یکشا از نگاه رسمی بودجه که سال برشان تصویب میشن و یکشان هم از نگاه بودجه پول مصرفی. پس ما هیچ هیچ گونه فرق نکردیم در اینجا. ما یعنی یک گونه البته عفو میخوام این پول به پیشنهاد و اکبر نواده و اخبار رسمیت نمیشناسه و ایرا چون که اماین خیری و رئیس سپورت و تربیت بدنی است پیش دولت نمایندگیش معرفی است و ایر پیسه را تربیت بدنی تسلیم کرده، برش گفته که کسی که میفهمه که ورزشکار است زیر نظارت دقیق خودت باید به سفر بره، ولی با تاسف که ایر ضعف تربیت بدنی بوده که کار نکرد. جناب وفا صاحب، ورزشکارایی که معرفی شده از طرف کمیته ملی المپیک شما معرفی شده و یا کمیته المپیک موازی معرفی شده، طبیعی است که از کمیته موازی معرفی شده. پس اینجا که بودجه برش اختصاص داده شده با کمیته ملی المپیک موازی اختصاص داده شده او هم از کد 90. پس ما در اینجا میگیم که ما به رسمیت دو کمیته را میشناسیم. یک کمیته ببخشید به اصطلاح عام یک کمیته جناب غنی و یک کمیته جناب عبدالله. بله بدون شک و امیجه که عاملی بدبختیایی که در افغانستان میشه که با سقوط ولایت ما بس سیاسی نروه که عاملی سقوط ولایت هم با مشکلش در اینجاست که فکر بکنه قماندان امیر اگر ریاست اجرایی تعیین میکنه ولی به ریاست جمهوری اینجاست میگه ما از یک آدرس مشخص آمده میگه ما از آدرس مشخص اما اگه نداره با سقوط ولایت میشه. این شکل امروز ورزش هم با تاسف که به یک طرف پروسه سیاسی ثبت داده شده و ما امیش
شده باعث ازی که از ایرانی که در این مسابقات از ورزشکارش 58 نفر ورزشکار شرکت کرده غیر از ترینرش. 58 نفر ورزشکار شرکت میکنه، 116 مدال کسب کرده در این مسابقات که برنده سوم قرار گرفته. در 64 کشور مسابقه دادن، مقام سوم کسب کرده افغانستانی که با 180 ورزشکار شرکت میکنه که با ترینر و مربیش جمع 250 نفر که با یک کاروان عظیم با 38 میلیون افغانی با وصف ازی که بودجه از اینا را مصرف از اینا را کلش شورای آسیایی پرداخت کرده بود، از تیکت شروع تا اصریش تا مواد مصرفش همشه، ولی این در آمدن یک پول دیگری را با از پیش رئیس جمهور گرفتن. اینا امی 38 میلیون افغانی را هم گرفتن، دیگه هیچ بهانه‌ای هم نداشتن که با تاسف که میروان 11 مدال کسب میکنن، یک مدال طلا را میگیرن، در رده 26 قرار میگیرن. که اینجا باید رئیس جمهور رسما از تربیت بدنی پاسخگو باشه برشان. کمیته ملی المپیک افغانستان هم برای زمه شده نمیتونن به خاطر که پای عمو درخواست هم امضا کردن و با تربیت بدنی معرفی کردن که شما فقط مشکل در اینجا تربیت بدنی در اینجا همه مشکلات را که ایجاد شده و البته تربیت بدنی مستقیم پاسخگو هم به جامعه ورزشی به هم اداره رهبری حکومت باشه که به دلیل ازی که با پیشنهاد از کار شده و رسما تربیت بدنی باید پاسخگو باشه و ما هم فقط خواستی ما از رئیس جمهوری است که در پالی ازی که این نقطه پایان میته جنجال ورزشی را و المپیک افغانستان سرنوشت معلوم میشه و در ضمن ازی باید این سفر هم نادیده گرفتن شوی پرسان شوی که پیسه هوایی نیست، یک کشوری که هیچ نداره پیسه از کمک‌های بیرونی دریافت میکنه ولی 38 میلیون افغانی رو برای اختصاص داده. خب اگر شما ورزشکارا رو به خارج اعزام میکنید برای خاطر مسابقات، از کدام آدرس شما میخواین که اعزام شون؟ البته ورزشکارایی که ما اعزام میکنیم به اداره مستقل اداره المپیک افغانستان که محمود عنیف از رسمیت داره، رسما ویزیش، مصرفش، پیسیش همشه و اداره المپیک و ایرا با بودجه‌ای که برش دولت یا تربیت بدنی اختصاص میده، این بودجه است که المپیک برش قبول دارن. شورای آسیایی البته در مسابقات ما قبول میکنن ولی تنها در سایت تانز نام ما را ثبت نکردن. مسابقات ما را پذیرفتن، میپذیرن. همه مسابقات ما را ما در همین مدت هم در طول 2 سال روان کردیم با تمام کشورها، نه تنها که با آسیا با جهان. ما مثلا چند روز قبل ما تیمی وشکارای ما با کشور روسیه که اونا مسابقات داشتن، مسابقات جهانی بوده که 81 کشور در اونجا مسابقه دارن. فعلا هم به مسابقه استانز برگشتن نکردن تیم وشکارای ما. این شکل با مسابقات و تیم کوهنوردی ما فعلا به ایران هستن. البته رسما المپیک آسیایی و جهانی میپذیره ولی صرف موضوع از یک تانز نام ما در سایت ثبت نشده و در سایت فعلا در نام اکبر ثبت است و ما امید زیر داریم که ان شاء الله الرحمن به زودی باید تغییر. خب در سایت به نام اکبر ثبت است و در اخیر امو اسناد باید هم امضای جناب اکبر باشند. بخیر و چگونه خیر اینجا خوب شورای وقتی که گپ چیست ما در صورت ازی که مسابقاتی که راه اندازی میشه برای یک کشور، اما کشور رسما ایمیل میکنه با سفارتش و همچنان با همین فدراسیون مربوطش. فکر بکو که فدراسیون وشو ما با سفر رفتن، کشور روسیه یا فدراسیونای وشو ایمیل کردن هم به سفارت روسیه و هم به فدراسیون وشو افغانستان. در اینجا نظر با دریافت و ایمیل و او ایمیل خود فدراسیون وشو برای ما میاره. ما در قسمتی هزینه مصارف ازی و ترتیب اسناد ازی را المپیک صحیح است، مجبور مکلف است که فراهم بکنه و این فراهم میکنه نظر با تقاضای اموجه و فدراسیون خودش استقلالیت داره، مستقل است که ورزشکار باید در اونجا انتقال بده. از آدرس جناب اکبر و از آدرس خودش ورزشکار در اونجا رسما خود فدراسیون ایمیل دریافت میکنه که ورزشکار تو ما این یک مسابقه دینی رشته داریم، با اونمو رشته ورزشی یک ریاست فدراسیون داره، با فدراسیونش ایمیل دریافت میشه. در مجموع کمیته ملی المپیک باز اما چشان کمرنگ هستن رولشان. کمیته ملی المپیک فقط من حیث یک ریاست منسجم کننده، یک ریاست هماهنگی، من حیث یک ریاستی که همه از فدراسیون‌های ورزشی را اداره میکنه، رهبری میکنه و اونا را برش همون موضوع مصرفایش و موضوع اصلیش و موضوع مشکلاتایشون کلشی فراهم میکنه. خب در این حال کمیته ملی المپیک موازی هم این کارا نمیکنه. کمیته ملی المپیک موازی البته همون کسانی که است که بله اونا هم عامیانای خود دارن و در پلوش اما میانای موازی که البته ورزشکار نبود، اگر ورزشکار می بود که در این سفر ما رقم برنامه‌ریزی با معیشت مواجه نمیشدیم. ورزشکار و تیمای ملی پوش ما در اینجا سعی هستن و اتحاد کسان دیگری هستن با اونجا سعی هستن.
خب جناب وفا، مشکلات زیاد است. دستاوردهایی که دارن و یا دارین ورزشکارای افغانستان چی هست؟ بدون شک ما فقط یگانه تقدیر و استقبال از ورزشکارای قهرمان افغانستان عظیم میکنیم که با مشکلات رهبری اونا هیچ وقت اتکا نکردن و اونا با مبارزات خود ادامه دارن، با همو کم و اندک خود، با هم امکانات ناچیزی خود مسابقات خود پیش بردن و تانستن که در میادین بین‌المللی کسب افتخارات بیشتری شود. که ما مثلا در تیکواندو خب قهرمان داریم، در مسابقات رزمی که مثلا ولی اوتگ مبارز و سیار بدرزاده است خب ما دلاور داریم، و عین شکل در فدراسیون وشوی ما خالد اوتگ قهرمان جهانی است، و عین شکل در فوتبال ما و عین شکل در سنوکر ما و به مثالی از در رشته‌های مختلف ورزشی دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم و داریم الحمدلله. فقط در یک اخیر بعضی مشکلات‌های وجود داشته که نظر به این مشکلات ما عمو دستاوردی که 1.5 سال 2 سال قبل داشتیم ولی با تصفیه کمرنگ کسی همیشه گفته شده که وحدت ملی تمثیل شده و تمثیل میشن در ورزشکارای افغانستان و در ورزش افغانستان و یک دستاورد واقعا هم خوب است. افغانایی که واقعا هم جمع شده میتونن بالای ورزش هستن، چی کرکت، چی فوتبال، چی تکواندو و چی هم قهرمانای دیگه ما در بخشای دیگه. ولی متاسفانه شکار حالات سیاسی شدن. به نظر شما اگر واقعا هم ما امی حالت نقطه پایینی ندهیم وضعیت چگونه هست و چگونه شما ارزیابی میکنید؟ بدون شک قسمی که خودتان عرض کردین که از یک طرف میگیم که ورزش سفیر سل در جامعه هست، نه تنها که ورزش به حساب نمایانگری جامعه سالم است و این چیزی است که اخوات و برادری صمیمیت به میان میاره. فکر بکو که یک فرزندی که از اهل سکونودی افغانستان است و او کسب افتخار میشه در مسابقات میادین بین‌المللی، بیرق سرنگ افغانستان بالا میکنه. وقتی که بالا میکنه همه اقوام و مذاهب و نژادهای افغانستان با آغوش گرم از او استقبال میکنن بدون کدام تعصب و گپا. اینجا پس معلوم است که نمایانگری سمبولی وحدت ملی است، ولی با تاسف که در اواخر ما امیر نماندیم که محکم شوه و استوار باشه و ایره بردیم به یک پروسه سیاسی مبادل ساختیم و ایره قربانیای هدف شوم و سیاسی خود ساخته بعضی از علاقات مشخص. در مجموع در کمیته ملی المپیک مشکلاتی بود که شما اشاره کردین و واقعا هم در داور هستند که ما در یک کمیته ملی المپیک دو آدرس داشته باشیم، کمیته ملی المپیک افغانستان و کمیته ملی المپیک موازی در داور هستند. واقعا هم به حیث یک افغان واقعا هم آدم رنج میبینن. نه تنها در کمیته ملی المپیک در رأسشان مشکلات هستند، در رأس کمیسیون ها هم فدراسیون ها هم مشکل هستند. مثلا فدراسیون فوتبال از بیشتر وقت به این سود به یک حالت سردرگم هستند، انتخاباتشان الکی هستند و چگونه هستند و یا به می شکل. در فدراسیون بوکس به می شکل، در فدراسیون تکواندو هم به می شکل و در فدراسیون های دیگه هم، در فدراسیون های مطرح دیگه هم به می شکل. پس مشکل اصلی و اساسی را که شما می بینید باز هم امی پروسه را به طرف سیاسی بردنشان هستند و یا هم مشکل دیگه هم هستند که از رأس مو یک اصطلاح عام است که آب از بالا خط است. بله بدون شک. مشکل در کجا هست اصلا؟ تشکر. دو دلیل است. یکی گپ خودت که آب از بالا خط است، یکی مشکلات به حساب رهبری حکومت و مشکلات ازی است که ما ورزش به طرف سیاسی بردیم. یک نقطه دوم ازی است که بعضی از رؤسای محترم فدراسیون ها هست. البته باز هم در اینجا ان شاء الله امید است که رئیسای فدراسیون آزرده نشان و چیزی فکر نکنن که بعضی از رئیسای فدراسیون است که به خاطر امو منافعهای شخصی خود، به خاطر به دست آوردن و امو اهداف شخصی خود و اینا کاری را کردن که امی باعث ازی شده که آل دو المپیک باشه. اگر یک تعداد محدودی است که شب اگر پیش انیف هستن روز پیش اکبر هم میدون و اگر شب پیش اکبر میرون روز پیش انیف هم میدون. تعدادی امی فدراسیون ها هست البته و همچنان یک بحث جهت قضیه و بحث دومی است که امو فدراسیون ها کسانی هستند. ببخشید پس انتخاباتی که در ترکمنستان صورت گرفته امی کسایی که شب در یک جا و روز در دیگر جای در ترکمنستان هم بوده؟ نه، خوشبختانه که در او سفر نبوده. در او سفر فقط از جمعی 38 فدراسیون که 2 فدراسیون که از اون بوده که از فدراسیون پالوانی که بابا جلندر است، یک فدراسیون دیگه هم روشن بوده. بس خلاص.
خب مشکلی که در رأس فدراسیون هستن باز هم ادامه بدین چیه؟ و دیگه مشکلی که خب همین دوگانه‌ای که با اون طرف میره و از جهت دوم اونها یک فکر میکنن که شاید در صورت ازی که رهبری سالم اگر به میان بیاید و ورزشکارا یک اتحاد اتفاق باشه و المپیک یک المپیک باشه، در این وقت اتحاد فدراسیون پوره هست، مجبور هستن اونها انتخابات بکنن و پست ریاست فدراسیون انتخابی است و او هم بر اساس انتخابات ریاست‌های ورزشی ولایت به میان میاد. ریاست‌های ورزشی ولایت جمع میشن، با هم مجمع عمومی برگزار میکنن، انتخابات برگزار میشه و رئیس فدراسیون به میان میاد. اتحاد ارزی است که میاد از اونها پوره شده و اونا به این فکر هستن اگر شاید اداره سالم شود، یک اداره قوی میشه، در وقت زمینه انتخابات برای اینا فراهم میشه، ممکن که ما در اینجا رای نبریم. وقتی که نباشیم باز هم گپا مشکلات فدراسیون هم مافیا و در رأس هم مافیا. بله مشکلات با تصفیه گپا هست. ډیره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه بدبختۍ زموږ له هېواده ورکې شي. سیاست مو هغه ډول چټل او ورزش مو دغه ډول سیاست چټل کړی ده. زموږ هغه برخه چې افغانان پرې راټولېدی شي او یو غږ اوس که راوچتېدی شي چې خوندي دی وي افغانستان او ژوندی دی وي افغانستان، زنده باد افغانستان. ولی متاسفانه زموږ سیاسونو، زموږ هغو پر شخصي منافع و مینو کړغېړنو سیاسي څیرو دا حالت هم پر دې وضعیت باندې راوستی ده. په دې هیله چې دغه ناخوالې، دغه بدبختۍ له هېواده ورکې شي او زموږ ملي ادارې واقعا هم ملي شي. تر بیا مو په الله سپارم. تشکر جناب وفاظ. تشکر، زنده باشید.